سال 2026 رو به تمام مردم تاجیکستان تبریک میگویم. اولو با آنها همه قدر خواهش دارم که بهترین خوشی زندگی رو ببینن و چی آرزویی که در دلشان دارن جامعه عمل باشد. کشتی امیدشان در ساحل بحر بیکنار شنا نماید و آرزوهایشان جامعه عمل باشد. برای خودتون چی نقشه دارید؟ اکنون با خودم نقشه هایم بسیار است. امیدوارم که همه‌اش برآورده میشوند انشاءالله. آرزو دارم که با مقصدهایی که در سال 2025 کشیدم در 2026 همه اینا رو عملی نمایم. بزرگترین نقشه‌تون چی است؟ بزرگترین نقشه من این خدمت به وطن خود که صادقانه به وطن خود خدمت نمایم و در عرصه بین المللی تاجیکستان وطن عزیزمان را معرفی نمایم. برای وطن تینجی آبادی ارزانی شود، برای خلق بهبودی شود. سال نو ده البته ما آرزو داریم این سلامتی فرزندا، پیشروی آنها، کامیابی ها. خیلی با چی آرزو میشد؟ البته سلامتی در جای اول. خیلی در برای نرخ و نوا البته بسیار مشکلی ها هستند. بعضی از نرخ‌های محصولات اساساً عضوقواری به حد نرخ بلند هستند. خیلی اگر کمی در این سال ارزانی میشد با بهتر بود به فکر من. هیچی اکا الحمدلله همش نرمال نه، زندگیمون هم کشورم آبادی همش نرمال نه. چی عید زیاد نمیخوایم. بردمی باشد، ارزانی باشد، تینجه همه تینجه باشد، سلامت باشیم. سال آینده با الله رساند همه قطارش به ما هایم. ما آرزومندیم که همین صلح پایدار باشد. تمام مردم سربلندان چه خیلی که حال گشته هستن همه خیلی سربلند بگردن، دست کم نبینن. چی آرزوی دارن جامعه عمل پوشانه کنن. من آرزو دارم که در سال نو صاحب ماشین شم. در همه چیز مقصد موندگی.